بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم به همراه یک دنیا ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و مهتران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب بنده و همراهان بنده و جناب دکتر و احمد و منیر و جاوید و فرید و بچهای پشت صحنه کرد تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل. جناب دکتر نور محمد و مرای عزیز رو همراه خودمون داریم در این برنامه و ادامه موضوع برنامه‌های گذشته. در ابتدا به نمایندگی از شما عزیزان عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر و خوش آمد میگم حضورشون رو در این برنامه. خوش آمدید جناب. خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و هم خدمت میزبانان عزیزمون، بینندگان عزیز، و امید هست که بتونیم با هم و همراه با بینندگان عزیز گریه از گره های جامعه رو با هم حل کنیم، به خصوص در این موضوعات بسیار بسیار حائز اهمیت که متاسفانه در جامعه بهشون زیاد بها داده نمیشه. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم خدمت از ماست. بینندگانی که همراه ما بوده باشند در برنامه‌های گذشته میدونن که ما برنامه‌های فراوانی است که پشت سر هم در بحث موضوع انتخاب همسر و بحث انتخاب شریک عمر و شریک زندگی سخن میگیم. از ابتدای راه آغاز کردیم و در برنامه‌های گذشته به بحث ازدواج و شب اول زندگی و ماه اول و به تعبیر روزهای اول زندگی، حالا به تعبیر ماه عسلی که مد هست ولی مقصود ما همون روزهای اول زندگی بود، سخن گفتیم و همچنان قرار شد که در این برنامه هم موضوع رو ادامه بدیم. شاید این سوال برای برخی از عزیزان پیش بیاد که خب حالا این موضوع چرا انقدر نسبت به این اصرار دارید شما که این موضوع رو مطرح بکنید و در برنامه‌های مختلف هی دارید روی این بحث صحبت می‌کنید و آیا واقعا انقدر مهم هست که اصلا این موضوع مطرح بشه؟ موضوع بحث ازدواج، موضوع بحث شناخت همسر از همسر، موضوع بحث دو نفری که با هم زندگی میکنن. حالا یکی میره انتخاب میکنه دیگه، زندگیشو شروع میکنه دیگه، هر چی شد دیگه. این هم آدم زن شوهر ازدواج کردن، کدوم از اینا اومده بودن برنامه سفره دل شما رو نگاه کنن؟ شما هم حالا دیگه زیاد سخت نگیرید، بگذارید مردم کارشون رو بکنن. هر هفته شما میاد برنامه میگذارید و درباره ازدواج خسته کردید ما رو. شاید برخی از عزیزان برخی که صداشون هم به ما رسیده و این اعتراض رو کردن، برخی هم شاید حالا روشون نمیشه، به هر حال میگن آقای سلیمانی به هر حال یک کمی اونجا برنامه‌های قرآنی هم داره، ما رومون نمیشه بهش چیزایی بگیم، ولی تو دلتون میگید و به جناب دکتر شاید بیشتر بگید و به هر حال این موضوعات رو ما همچنان داریم ادامه میدیم. اما چرا داریم این موضوعات رو همچنان ادامه میدیم؟ جوابش رو جناب دکتر باید بدن، چون اصلا این برنامه مال جناب دکتر و ما فقط مجری این برنامه ایم و اجرا کننده این برنامه. جناب دکتر چرا انقدر اصرار دارید نسبت به این موضوع ازدواج و بحث زن شوهر و شناخت و این همه دارن زندگیشون رو میکنن دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. حقیقتش کسی همچنین اعتراضی به من نکرده. تنها مواردی که برای من نوشتن حقیقتش تشکرات بینندگان هست و لطف زیادی که نسبت به بنده دارن. حالا شاید مراعات رنگ سفیدی که من رو ریشم ریختم و میکنن شاید هم این باشه. البته اون قشری که من اعتراض کردم بیشتر خواهرها هستن و اعتراضات هم غالبا وقتی مطرح میشه که شما بحث ازدواج دوم رو هی داغ میکنید باز اعتراضات میاد. چرا انقدر؟ اما این قضیه ازدواج دوم تا من شما رو زن دوم ندم دست بردار نخواهم بود. قضیه اینه که به اصطلاح قضیه اصلا این موضوعاتی که ما بهش میریم استاد سلیمانی عزیز در واقعی که از نیازهای مبرم جامعه است که متاسفانه بهش بها داده نشده و اهمیت داده نشده، چه در سطوح رسانه‌ای و چه در سطوح آموزشی و چه هم در سطوح به اصطلاح کشورداری و مدیریت مملکتی. ما اگر بخوایم که یک خلبانی داشته باشیم تربیت کنیم که به اصطلاح 100 تا 200 تا مسافر رو به جایی منتقل کنه، 2 سال میریم این آقا خلبانه رو آموزش میدیم و نمیدونم بهش نشون میدیم که آقا چطور این مرکب و این هواپیما رو مسیر بده که آخه تو مسئول از جان 200 انسان هستی. مهمه مسئله شوخی بردار نیست، در حالی که قضیه ازدواج به مراتب از این مهمتر هست. در اینجا ما
دو شخص رو میاریم میگیم که شما الان میایید مسیر یک نسل رو تعیین میکنید، شما میایید به اصطلاح روابطی که بین دو قبیله است، دو خانواده است، دو فامیل هست، شما این رو مدیریت میکنید. فرزندانی که از این مسیر میان تا به اصطلاح بی‌نهایت از اینجا ممکنه که زندگیشون منحرف بشه. یه فرزند نیک میتونه یه نسل‌های نیکی رو به اصطلاح بتونه تربیت کنه. یه فرزند مشوه و یک فرزند نامناسبی که نتیجه یک ازدواج شکست خورده است نسل‌ها رو میتونه ویران کنه. بچه خودش منحرف میشه، بچه‌هاش منحرف میشن، از بچه‌های منحرف تا سالیان سال این مسیر انتخاب مثلا داغون میشه. این همه جامعه ضربه میرسونه، به مراتب ضربهش خیلی بیشتر از اینه که دو تا ناو جنگی به هم بخورن یا نمیدونم دو تا هواپیما تو آسمون شاخ به شاخ بشن و مثلا 200-500 نفر بمیرن. اینجا ضربه خیلی مهلک‌تر هست. ما در روند قدیم یه چیز خوبی بود که به اصطلاح به هر حال شیوه آموزش و پرورش موحد بود، یک سیمه ثابتی داشتیم. پدر مادر یه حرفو میزدن، همون حرفو مسجد میزد، همون حرفو مدرسه میزد، همون حرفو یه نظام اجتماعی به اصطلاح میزد و راه تربیتی که به بچه می اومد یه راه ثابت بود. اما الان ما نه، الان ما با یه عالمه به اصطلاح پروپاگاندا و مسائل منفی رو هستیم. یه عالمه راه‌های آموزشی که قبل از اینکه ما تکون بخوریم به بچه‌های ما رسیدن. فیلم‌های مستهجن، رسانه، تلویزیون‌ها، حتی اون تلویزیون‌هایی که ما فکر می‌کنیم تلویزیون‌های ملی و خوب هستن، اونا رو می‌بینیم که در این زمینه میلنگن و خیلی بد تأثیراتی رو در جامعه گذاشتن. حالا ما بله در مسئله ریاضی فیزیک به بچه‌هامون خیلی خوب معادلات رو یاد میدیم، در مسئله نمیدونم غذای علوم خیلی خوب به بچه‌هامون یاد میدیم که نمیدونم قورباغه دوزیست تو آب میره، تو خاکی میره، نمیدونم گل بازی میکنه. اما وقتی میایم تو زندگی به اصطلاح انسانیت، ما یاد گرفتیم رو آسمون را بریم، اما یاد نگرفتیم که در محیط خانواده مثل انسان زنده باشیم، زندگی کنیم. در مسیر به اصطلاح غذای اجتماعی، همونطور که در جلسه پیش هم اشاره کردم، ما بیشتر افراد فرهنگی ما، افراد باسواد ما به اصطلاح در این زمینه بیسوادن و دلیل واضحش هم اینه که به اصطلاح آمار طلاق ها در این قشر بیشتره. یعنی این بیانگر چه هست؟ بیانگر یک نوع خلل و یک خلل بسیار عمیق که پیامدهاش رو جامعه باید متحمل بشه. اینجاست که ما به اصطلاح نیاز داریم که ما قبل از ازدواج یک دوره‌های آموزشی داشته باشیم برای به اصطلاح جوانایمون که می‌خوایم ازدواجشون بدیم. بعد از ازدواج در مراحل مختلف ازدواج باز هم دوره‌های آموزشی داشته باشیم که این مسیر رو که انتخاب کردی چطور این رو ببینید. همونطوری که ما برای اون راننده و خلبانمون هر چند وقتی باز یه دوره آموزشی میذاریم چون که هواپیماها پیشرفت کرده، دستگاه‌های جدید اومده و از این حرفا. اینجا هم همینطور مسیر زندگی داره در حال پیشرفت هست. این الان دارن به اصطلاح به مرحله بچه دار شدن میرسند. حالا باز یک دوره‌ای داشته باشن که چطور این مرحله رو طی کنن. بچه دار شدن، 10 تا بچه دار شدن، بچه‌هاشون رو چطور مدیریت کنن. مرحله ازدواج بچه‌ها، مرحله بلوغ بچه‌ها، اینها همش مرحله به اصطلاح پیرو به اصطلاح به مرحله پیری منتقل شدن خود پدر مادر، وظیفه فرزندان، وظیفه پدر مادر، همه اینها نیاز به یک آموزش هایی دارد که در واقع هدف سفره دل اینه. واسه همینه که من توصیه مبرمم این است وقتی که ما در جامعهمون این خدمت رو نداریم، این وظیفه‌ای که باید می بود در جامعه نیست، من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که دوستان جواناشون رو به ازدواج در بیارن، مگر اینی که برن بگن که آقا برنامه‌های این سفره دل برنامه‌ای که در این زمینه است رو مشاهده کردید یا نه. واسه همینه که بسیار دوستان باید بها بدن، باید وقت بذارن و در مسائل مسئله
روابط انسان با انسان و ساختن عشق یه مسئله انسانی است، مسئله روانشناسی است. این رو دیگه ما نمیاییم از نمیدونم یه معلم مدرسه، نمیدونم معلم فیزیک و شیمی نمیتونیم یاد بگیریم. تو معادلات فیزیک و شیمی جا پیدا نمیکنه. جا پیدا نمیکنه. این کار نمیدونم فیلم‌های سینمایی هم نیست. این کار نمیدونم جوونا هم نیست. این کار یک انسان‌های جامعه شناس هست، انسان‌های روانشناس، انسان‌هایی که میتونن در سایه دین بیان جامعه رو بخونن، انسان رو در سایه دین هم بخونن. کار حتی یه روانشناسی که به اصطلاح از دین دور هست و ناآگاه هست نیست. چرا؟ چون که اون یه مکانیکی هست که فقط با ادوات به اصطلاح دست و پنجه میده، میتونه یه مهر به اصطلاح پیچو بکشه، یه پیچ دیگه جاش بذاره. اما این دستگاه چطور کار میکنه، این انسان بر چه مبانی کار میکنه، اون جانب روحی انسان رو نمیشناسه. واسه اینه که اونجا هم کاربرد نداره. اینه که ما میگیم که این رو باید یک برنامه مثل برنامه سفره دل که بین انسان شناسی در سایه دین دارن بحث میکنن، انسان رو با روحش، با جسمش، با عاطفهش، با احساساتش میخونن در به اصطلاح کنار یک انسان دیگه، باید به این برنامه ها بها داده بشه و به اصطلاح عزیزان شرط بذارن در قضای ازدواجشون که باید این برنامه رو دنبال کرده باشی تا بهتون زن بدیم یا شوهر بدیم. خیلی ممنون جناب دکتر. حالا اجازه بدید بحث امروزمون رو هم به همراه بینندگان عزیز آغاز بکنیم. به شما قول داده بودیم که درباره اول زندگی، به اصطلاح سال اول بیشتر صحبت بکنیم و اولویت‌ها و نکاتی که مهمتر هست در این سال مد نظر باشه. جناب دکتر، حالا دید ما نسبت به سال اول زندگی غالباً کسانی که ازدواج نکردن، علل خصوص به صورت خصوص، یا کسانی که حتی در ابتدای زندگی شروع میکنن، انتظار دارن که سال اول زندگی یعنی شیرین تر باشه غالباً از سالهای بعدش و مشکلات کمتر باشه. طبیعتاً به هر حال بعد از یک طول مدت دوره دوری و عشق و عاشقی، حالا اون دوره نامزدی و امید وصال به هم، به هر حال به وصال رسیدن. الان حالا این وصال حق ظاهر شد و به حقیقت عشقشون رسیدن. الان احساس میکنن که تو این سال اول زندگی یعنی مشکلی نباید باشه و همش به هر حال ماه اولش که اصلا اسمش ماه عسل هست. حالا بعضی انتظار دارن کاش این ماه عسل تمدید بشه به سال عسل هم برسه. آیا در سال اول زندگی این تصور نسبت به زندگی که مشکلی نخواهد بود و مشکلات کمتر هست، این تصور درستی است یا نه باید انتظار داشته باشیم که در سال اول هم احیانا مشکلاتی پیش بیاد، یا اصلا کلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم سال اول رو با سالهای بعدی چه تفاوتی با سالهای بعدی داره؟ شاید اولین مشکل سال اول ازدواج کلمه، نه ماه عسل، کلمه ماه عسل باشه. وقتی ما میگیم ماه عسل، همینطور اتومات به ذهنمون این تصور رو میدیم که یک ماه شیرینی و ماه عسله، تموم شد دیگه. یه ماه بعدش میشه دیگه زندگی تلخ، عسل تموم میشه، تنها عمر یک ماه هست. این کلمه باید عوض بشه، زندگی بشه همش عسل. این تصور رو، این کلمه رو نباید اصلا استفادهش کنیم، چون استفاده این کلمه، ببینید مخ ما، عقل باطن ما، شعور داخلی ما شوخی رو با جدی با هم نمیشناسه. حالش نمیشه، یا حالش نمیشه که به اصطلاح ما داریم به اصطلاح این کلمه رو مجازاً استعمال میکنیم. اون به حقیقت به اصطلاح اون رو قبول میکنه. تکرار این کلمه تاثیر میذاره. بله، همونطور که ما مثلا وقتی یه حرفی میزنیم که حرف شیرینی هست، همونطور که به اصطلاح طرف دهنش به اصطلاح شیرین میشه، یا حرفی از لیمو میزنیم دهنش آب میفته، اگر نمیدونم حرفای نمیدونم مستهجن میزنه غرایز تحریک میشه. چرا؟ این حرفه، این شوخی هست، یه نمیدونم. اما عقل باطن انسان، تصور انسان این رو نمیشناسه. حتی ما داریم که کلمات، حتی وقتی اون پزشک برای مطالعات جدید ثابت کرده که حتی کلمات روی گیاهان تاثیرگذار هست، روی حیوانات تاثیرگذار هست، روی آب و شکل مولکولهای آب تاثیرگذار است، چه برسه روی وجود خود ما. دقیقاً. حالا اینی که در ماه اول به اصطلاح بگیم ابتدای زندگی اصلا اصولا ابتدای زندگی ابتدای مشکل ساز هست. خود به خود به اصطلاح یه موردی هست که به اصطلاح انگیزه هست که انسان رو به ازدواج میکشونه، که خب این انگیزه
چه از طرف به اصطلاح مرد انگیزه‌ای که به اصطلاح یک نوع جنسی باشه به اصطلاح و از طرف خانم ها به اصطلاح رسیدن به یک استقرار عاطفی و پیدا کردن یک سرپناه، یک چتر بالا سر، همه اینها خب انسان رو میکشونه به ازدواج. خب وقتی ازدواج میکنه خیلی خوشحال میشه. این رو میتونم یه مثالش بزنم. یه پسر بچه چقدر آرزو داره براش دوچرخه بخره. دوچرخه که خریدی چی میشه؟ خیلی خوشحاله. اما چیکار میکنه؟ سوار میشه تروپ میفته، باز گریه میکنه، میاد پیش مادرش، همین تو از دور تا چرخه رو نگاه میکنه، باز میره سوار میشه، میفته، زخمی میشه، نمیدونم، هی میفته و هی میفته. در زندگی، در مسائل، هر کاری رو که ما اولین بار تجربهش بکنیم شکست میکنیم. اولین بار که میخوایم تجارت کنیم شکست میکنیم. اولین باری که میخوایم بنویسیم نمیتونیم بنویسیم. اولین باری که میخوایم دوچرخه سواری کنیم ماشین رو میزنیم به دیوار، میخوایم رانندگی یاد بگیریم. همه کارهایی که برای اولین بار میکنیم احتمال شکستش خیلی بالاست. و همین خاطر بزرگترین تجربه است. نیاز به تجربه هست. خب برای ازدواج هم نیاز به تجربه هست. حالا تجربه چی است؟ تجربه عبارت از یک دوره، یک کورسی که ما میگیریم. این کورس عبارت از چیه؟ این ازدواج اولین کسی شما نیستید که ازدواج میکنید. هزاران میلیون ها انسان قبل از شما ازدواج کردن. قبل از شما هزاران نفر رانندگی کردن. هزاران، همه اینها شکست هایی رو تجربه کردن. این شکست ها رو نوشتن. راه حل پیشنهاد کردن. این حرفی که ما اینجا میزنیم نتیجه تراکم تجربات بشری هست. خب که این شکست ها رو تجربه کردن. ما وقتی که این شکست ها رو در سایر راه حل هایی که اونا پیشنهاد کردن میخونیم، یک نوع آگاهی به ما دست میده که این آگاهی در واقع به ما خیلی کمک میکنه. تصور ما نسبت به این زندگی و نسبت به ازدواج کلا جهت‌دهی میکنه و اون مشکلاتی که درش هست رو به راحتی میتونیم حل بکنیم. دقیقاً. وقتی که ما ازدواج میکنیم به اصطلاح جوون ما تصورش از ازدواج، از محبت یه چیزه. دختر خانم یه چیزی دیگه است. این خلقت خداوند متعال است که هر یکی از زن و مرد ویژگی های تماما متفاوت از هم دیگه دارند. ولیس الذکر کالانثی. ولیس الذکر کالانثی. خداوند متعال به ما گفت لیس الذکر کالانثی. تازه 10 سال پیش ما فهمیدیم که حتی در اون بسیار هورمون‌هایی که زن و مرد ازش تشکل پیدا می‌کنن، اون سلول ابتدایی، در اون وقتی نگاه میکنن میبینن که زن، نطفه زنی یا نطفه مؤنث غیر از مذکر هست، سلول مؤنث غیر از، در همه چیز فهم. ویژگی هایی که مختلف دارن. این نشانه به اصطلاح برتری این بر اون نیست. ذاتش اینطوریه. من نمیتونم بگم که به اصطلاح این تلفنه بهتره یا این فلکسه. قابل مقایسه نیست. این کار خودش برای خودش این بهترینه و این هم برای کار خودش بهترینه. اون برای چیز دیگه ساخته شده، این برای چیز دیگه است. اما اینه که وقتی که این دوتا رو با هم ازدواج میدیم، فلاکس میخواد که تلفن فلاکس بشه و تلفن هم انتظار داره که فلاکس تلفن بشه. اینجاست که دیگه دوتا سر توی دیگ ماشین لباس نمیشه. در واقع حقیقت این است که مرد از این دنیاست، از کره زمینه. زن وقتی میرفته میخواستگاری گفتن چطوره؟ میگفتیم مثل ماهه. زن در واقع از یک کره دیگه است، از ماه اومده. دو تا به اصطلاح موجود کاملا مختلفن، یکی از ماه یکی از زمین، با 2 زبان مختلف. حتی باید زبان مشترک الان ایجاد بشه. این ماه و زمین اونجا منظور یعنی تفاوت‌های شخصیت هست. تفاوت‌های شخصیت، تفاوت‌های باورها، نیازها. ببینید ما یه خانمی داریم و یک آقایی. اینا رو آوردیم کنار هم ازدواج دادیم. بعد از ازدواج اینا چی شدن؟ شدن این. حالا این کیه؟ زنه یا مرد؟ هیچ کدومش. یک شخصیت جدید. یک شخصیت جدید، اما در واقع شخصیت مرده. ما الان یک خانواده‌ای داریم که خانم حسینی رو دادیم به آقای عمرا مثلا. الان به این خانم چی میگیم؟ خانم عمرا. میگیم خانم عمرا. کلا
عوض شد، اومد تو داخل عرف جامعه اینطوریه دیگه. تو عرف جامعه این یک واقعیت است. الان ما شخصیت جدیدی که داریم این شخصیت مرده. زن کجاست؟ زن رفته داخل مرد، خودش رو گم نکرده، شخصیتی فضای شخصیتی خودش رو داره، اون مرز زنانگی خودش رو داره. زنی که مرز خودش رو هم از بین ببره، بشه کاملا ذوب بشه تو مرد، مرد زیاد ازش خوشش نمیاد، یعنی از دل مرد میره، اون ویژگی های خودش رو داره. اما اینجا یک کیان جدیدی به وجود اومده، یک خانواده جدیدی به وجود اومده که در تعبیر قرآن کریم این خانواده مردی داره که رجال و قوامون علی النساء هست. خب حالا اینجا که شما میفهمید جناب دکتر که به هر حال یک خانواده، یک نظام و یک کیان جدید به وجود اومد که در این کیان مرد پررنگ‌تره و اشاره هم فرمودید به این آیه شریفه. آیا مراد این هست که اینجا فقط مرد همه کار است یا نه اینجا فقط یک تشبیه هست و یک به هر حال یک سازماندهی و یک نظمی در این بافت جدید باید باشه؟ غیر از سازماندهی و غیر از نظمی. حالا اینی که مرد مسئولیت اداره خانواده رو داره، مرد نمیدونم چی، این جای خودش. شخصیت این خانواده در سایه شخصیت مرده. منظورتون از این شخصیت چیه اینجا؟ اینجا یه نیازهایی هست، یک توانمندی هایی هست که اینجا مراعات میشه. مرد، شخصیت مرد غیر از شخصیت زنه. خب طبیعت مرد غیر از طبیعت زنه. اینو مرد داره میبینیم در خب؟ واقع میبینیم. مرد در ازدواج عشق میخواد، محبت میخواد، زن هم عشق میخواد، محبت میخواد. اصلا واسه همین عشق و محبت اومدن ازدواج کردن. اونا اومدن ازدواج کردن. قبل از این عشق و قبل از ازدواج چی بودن؟ بیگانه بودن با هم. بیگانه بودن و هی عاشق هم بودن و هی تلفن دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم. خواستن همین اونا رو جمع کرد با هم. این یک انگیزه بود. بله. در این پشت این انگیزه چیزی که محرکی که مرد رو حرکت میداد غرایز جنسی بود. در پشت این به اصطلاح غرایز جنسی اینقدر برای زن اهمیت نداشت که دوست داشتن، منو دوست داره، برام میمیره، عاشقمه. این مهم هست. چرا؟ دنبال یک محبت میگرده، دنبال عاطفه است. عاطفه در پیش زن قوی تره. خب مرد اومد ازدواج کرد، همه چیز زن مرده، چون که مرد زن عاطفه میخواد و این مرده که داره عاطفه میده. اما عاطفه در زن یک محور داره، قلب زن یک قلبه، یک جا داره. مرد اومد اینو پرش کرد. قلب مرد نه، قلب شطرنجیه، یه عالمه سوراخ داره. یکی از این سوراخاش مرد از زندگی چی میخواست؟ استقرار میخواست. الان مستقر شد. توی این استقرار یه تارمویی هست اسمش محبت. این مال زنه، این گاراژ، تو گاراژش. خب یک قسمتی از این قلب بزرگ مرد مال زنه. پس زن کلش شد چی؟ مرد شد کل برای زن همه چیز. اما برای مرد زن نشده همه چیز. مرد بعد از این که ازدواج کرد در همون ماهای اول الان مستقر شد. خب ازدواج کردیم الحمدلله، قضیه عشق و عاشقی بله مرحلهش تموم شد. خب الان من دوستان دارم، من با دوستام برنامه ها داشتم، ما ماهی یه بار می نشستیم، نمیدونم روی این مسئله بحث می کردیم، روی اون مسئله بحث می کردیم. من کارمندم، وظیفه معینی در کارم دارم، برای رشد کارم من اصلا یک دوره گرفته بودم، یه دوره آموزشی از راه اینترنت، نمیدونم در همین به اصطلاح میدان تخصص هم داشتم کار میکردم. تازه من میخوام که یک به اصطلاح قبل از ازدواج من این برنامه گذاشته بودم که مدرک دیگه هم بگیرم و درسش رو شروع کرده بودم. حالا کلاس میرفتم، هفته 2 روز کلاس میرفتم. خب الان من خانوادم، مادرم الان نباید احساس بکنه که به اصطلاح من ازش جدا شدم، دور شدم. مسئولیت هم جای مادرم. وقتی که به اصطلاح مرد میاد و اینها رو به اصطلاح استقرارش رو
جمع جور میکنه، زندگیش رو جمع جور میکنه، اینجاست که زن میمونه پس منو دوست نداره، این محبتی که بود چقدر این عوض شد، این قبل از ازدواج مجنون بود، حالا چی شد که شیرین فرهادی تموم شد، مثل که از من سیر خورده. و زن شروع میکنه به فکرهای عجیب غریب. اینها از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ اینا از این میاد که این زن نشناخته مرد یعنی چی. خب جناب دکتر، حالا این قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، به جواب این سوالی که فرمودید، این مقایسه‌ای که انجام شد بین مرد و زن، خب این شرایط برای زن هم هست. الان ما وقتی که صحبت میکنیم، مرد اگر قبل از ازدواجش برای خودش یک سری شرایط داشت و یک سری به هر حال کارهای نیمه تمامی داشت، یک سری برنامه‌هایی داشت، یک سری پروژه‌هایی داشت، می‌خواست درسش رو تکمیل بکنه، می‌خواست این کارو بکنه، می‌خواست اون کارو بکنه، دوستهایی داشت، اجتماعی داشت، خانواده‌ای داشت. خب اینا که برای خانم هم هست. الان خانم هم یعنی اینطور نبود که یک و تنها باشه، از اون کره ماه برداشته باشن، آورده باشن روی زمین. اونم بالاخره یه سری شرایطی داشت، یه سری برنامه‌های نیمه تمامی داشت. این شرایط برای اونم هست. الان چطور الان اینجا مرد حق داره اما زن حق نداره اینطور نه اعتراض بکنه؟ اینطور نیست. قضیه اینه که مثلا زن الان همه چیز خودش رو فدای مرد میکنه. طبیعتش الان اشباع عاطفی شده، اون چیزی که دنبالش بود رو پیدا کرد. یعنی اولویت زندگیش میشه شوهرش. اولویت زندگیش میشه چی؟ شوهرش. جامعه هم بهش این اجازه رو میده و چه بسا که ازش میخواد اصلا به اصطلاح مادر، پدر، اطرافیان همه اون انتظاراتی که قبلا ازش داشتن ندارن، اون انتظارات رو ندارن. و همین خاطر حتی مثلا از خونه میره بیرون، یه جای دیگه زندگی میکنه. برایشون اصلا این نه عیب هست نه هیچی، بس به چیز به اصطلاح کمکش هم میکنن که استقراری داشته باشه، که شوهرش در کشور دیگه است. اصلا خب ماه اول ازدواج میذاره میره، کل جامعه باش همراهه. چرا؟ احساس میکنه که الان این مال ما نیست. دید جامعه متفاوته بهش. اگر اینجا هم بمونه مال ما نیست. یعنی ما رو الان در اولویت فکر خودش نداره. طبیعت زن اینطوریه، این ویژگی زنه. خب الان این شد مال یک کسی دیگه، مال ما بود شد مال کسی دیگه، همراه کسی دیگه، یاور کسی دیگه. الان هم جامعه این انتظار رو ازش داره که به اصطلاح ما رو کنار بزنه، ما رو به حاشیه بندازه، گریه هم ازش نمیکنه. و این کاری هست که زن به صورت طبیعی انجام میده. اما چون که فلاکس هست، میخواست که به صورت تلفنی هم فلاکس بشه. اینجاست که مشکل ساز شد. اما اگر میدونست نه، من فلاکس هم، این تلفنه، من یه وظیفه‌ای دارم، این یه وظیفه دیگه داره. یه موردی که الان پیش میاد و خیلی مهم هست، بعد از ازدواج در سال اول ازدواج ما یه چی داشتیم، یک عالم عاطفه داشتیم. این عاطفه هم پیش زن بود هم پیش مرد. حالا اگر ما بگیریم این عاطفه رو بذاریم تو دستمون، الان این یه زنه، این یه مرده، شما یکم از این عاطفه بریزید. عاطفه خیلی سرده فکر کنم. گرمه. این عاطفه است. خب شما گذاشتین الان این عاطفه رو اینجا، چه اتفاقی میفته؟ الان شما متوجه هستید از پایین چه اتفاقی میفته؟ هر چه ما سعی میکنیم این رو جمع و جورش کنیم، قلب سوراخ، بازم قلب سوراخ نیست، طبیعی هست. اولویت ها، نیازها، کار، زندگی و اون اشباعی که به اصطلاح ما به هر حال دنبال چیزی بودیم بهش رسیدیم، این به صورت طبیعی کم کم یعنی بستر عوض شد، فضا عوض شد. اما اینجا یه مورد دیگه بود. شما وقتی این بشکه عاطفه رو بگیرید به زحمت، این عاطفه رو وقتی شما ریختید به اصطلاح بین این زن و مرد، شما بهشون نگفتید که آقا حق ندارید این رو تو این لیوانه بریزید. میتونستن اینو بریزن تو یه جایی محفوظ و از بین نره. چطور؟ این همین وقتی ما میگیم که تجربیات دیگران رو چه وقت میتونستم، من میدونستم که این کار رو بکنم، اگه یه تجربه‌ای رو دیده بودم که فلانی عاطفه‌اش رو از بین به اصطلاح برد و میگفت ای کاش یه جایی میبود، یه ظرفی میبود، من اونجا اونو میذاشتم. یعنی شما میخوام بفهمید که
یک سری مشکلاتی وجود میاد که این مشکلات سبب میشه که اون عاطفه که قبلا بوده این عاطفه کلا از بین بره، در حالی که میشه این رو یک بستر جدید قرار داد برای تولید یک عاطفه جدید. دقیقاً. یعنی اینی که ما اگر واقعیت زندگی رو ببینیم ما در مرحله ازدواج در سال اول دچار یک تغییر و تحولات میشیم. یک فضایی از زندگی رو ما تصور میکردیم. این همش اوهام بود، همش خیالات بود. خب محبت و عشق و نمیدونم این حرفایی که میزدیم، غالبا تصور کسانی که ازدواج نکردن از ازدواج با تصور کسانی که ازدواج کردن از ازدواج خیلی فرق داره. خب واسه همینه که به اصطلاح جوونا میگن که آقا که میری نمیدونم تو قفس طلایی، تصورشون از زندگی یک قفس طلایی است. اما اونایی که به اصطلاح تجربه کردن و شکست خوردن میگن فلانی رفت قاطی مرغا شد. چرا؟ چون که این زندگیش که به اصطلاح چی شد، خودش رو همیشه قاطی مرغا میدونه، چاق 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 مرغا با هم دعوا دارند و فلان. این در این فضا زندگی میکنه، فکر میکنه که زندگی به اصطلاح مرغ و خروسی است. اون که هنوز خیالاته اونجوری هست. الان ما در این مرحله اگر شناخت درستی از زندگی نداشته باشیم، خب تو یک به اصطلاح چی هستیم؟ تو یک اوهامی هستیم، تو یک خواب و خیالی هستیم. بیشتر خانم ها تو این خواب و خیال بیشتر هستن، چون که به اصطلاح تصورشون از زندگی مقداری جانب عاطفیش پررنگ‌تره. آقایون چون که نیاز زندگی از زندگیشون به اصطلاح از زندگی مشترک بیشتر حالت به اصطلاح روابط زناشویی این رو داره، خب اشباع میشن زودتر به اصطلاح و مسئولیت هم که رو دوشون بیشتر هست زودتر به طرف استقرار میرن. خب زندگیشون رو به اصطلاح همه اولویت های زندگیشون رو برنامه ریزی میکنن. زن یکی از اولویات زندگی میشه، همه زندگی به اصطلاح رابطه زناشویی نیست، همه زندگی دوست دارم نیست. همین به اصطلاح چند روز پیش با یکی از عزیزان بودیم که خانومی گرفتن از خانومی دارن از فیلیپین، خودشون دور از خانمشون هستن. میگفت که روزانه شاید 200 بار برام قلب میفرسته، دوست دارم، عاشقت هستم، هی میاد چیک 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 میاد. براش میگه که به اصطلاح دعواش کردم، گفتم که روزانه فقط حق داری 3 تا پیامک به من بدی که من خیلی سرم مشغوله، جواب ندم، نگاه نکنم، ناراحت میشی. حالا 3 تا پیام بده، هر چی دلت میخواد بگو. چرا؟ چون که این یه عالمه مسئولیت های دیگه داره، یه عالمه اولویت ها داره که یکیش خانمش هست. اما خانم چی؟ خانم نه، اول و آخر اولویتش شوهرش هست. خانم چه وقته که به صورت مرد رو این حالتی که الان برای در ابتدای زندگی برای خانم به وجود میاد، این سیلی رو مرد هم میخوره البته اگر آگاهی نداشته باشه. اما کی؟ وقتی که خانم بچه دار شد. الان خانم دیگه اولویتش بچهش هم اولویت شوهرش هم، اما شوهر احساس میکنه که اون مقدار عاطفه‌ای که به من داد کم شد. اصلا زنها وقتی که به اصطلاح عاطفه تقسیم میکنن، برای مردشون عاطفه میدن و اهتمام میدن، تقریبا 80% اهتمامشون مردشون. از این 80% ابراز محبت و عشق و علاقه‌ای که میکنن، تنها مرد تقریبا 20% رو میگیره. 60% یعنی دیر میگیره. نه، تنها این قدرش که نیازش هست. یعنی کل یعنی تعاطفش با اون 80% نیست. 60%ش ضایع میشه. 60% همینه که دیگه زن احساس میکنه که بابا به من احتمام نمیده. شما چای هم به ما ندادین. اجازه بدید من برنامه بگم جناب دکتر، من خورده و نمیده از این حرفا. صحبت‌های شما چون شیرین بود، دوست داشتم صحبت‌های شما رو بیشتر گوش بکنم. احساس میکنم در حق شما دارم ظلم میکنم. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز و با اجازه جناب دکتر میام برنامه بگیریم تا جناب دکتر میگروی تازه بکنم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع و چایشون هم جناب دکتر ریختن. برمیگردیم. واسه شما چای بریزم واسه بس به خدا میریزم برات. خواهش میکنم. چیز نکنید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می پوشاند و نیز لباسی که مایه زینت شماست و لباس تقوا بهترین لباس است. این از نشانه های الله است، باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان.
إذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. داشتم پیام‌های واصله شما عزیزان رو یک مرور می‌کردم که انشاءالله در نیم ساعت پایانی برنامه حتما مطرح خواهیم کرد. یک سلام خاص هم داریم خدمت عزیزانی که ما رو به صورت زنده و همزمان از طریق فیسبوک شبکه جانب سال حق دارن تماشا میکنن. تماشاگر ما از طریق فیسبوک هستن. عزیزانی که با ما در ارتباط هستن همکنون میتونید سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو در موضوع برنامه و موضوعات مرتبط به موضوع برنامه ما با ما در میان بگذارید. حتما ان شاء الله در نیم ساعت پایانی برنامه مطرح خواهیم نمود و ان شاء الله به سوالات شما عزیزان و نظرات و پیشنهاداتتون خواهیم رسید. جناب دکتر قبل از میان برنامه اشاره فرمودن به موضوع بسیار مهمی و اون هم شناخت متقابل از یکدیگر در ابتدای زندگی و سال اول زندگی و گلوشون مقداری قلقلک میداد و هنوزم ظاهرا این قلقلک موجود است. انشالله که بهتر بشه. برمیگردیم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر در باب حالا شناخت بهتر آنچه که شما اشاره فرمودید، شما صحبت از عدم شناخت و عدم توقعات مناسب کردید. حالا چه مواردی رو مهم هست که زن و شوهر، عروس و داماد در ابتدای زندگیشون برای باور بهتر، برای شناخت بیشتر، برای این تفکیک شخصیتی که شما اشاره کردید باید قائل باشن، مد نظرشون باشه تا به استکاک نینجامه این رابطه و دچار مشکل نشن؟ قبل از اینی که به اصطلاح همدیگر رو بشناسن، نیاز هست که رابطه رو بشناسن. الان ازدواج صورت گرفت، ما اومدیم ازدواج کردیم. برای استقراری این ازدواج خداوند 3 شرط برای ما گذاشته بود که این 3 شرط رو ما اینجا دیدیم و عملی کردیم. اولین این بود که من نگاه کنم که طرف مقابل ارزش محبت من رو داره، لیاقتش رو داره که من با اون به اصطلاح تبادل محبت و عشق بکنم. بله ما برای هم دوخته بودیم، ساخته شده بودیم، ما مثلا 2 سیبیم تا اینو بهش رسیدیم. نقطه دوم، آیا حالا که این طرف این ارزش رو داره، آیا این آمادگی رو هم داره که شریک زندگی من باشه و زیر نور آفتاب ما با هم یک خانواده جدیدی رو تشکیل بدیم؟ بله، از روز اول اومدیم که اتفاق کردیم که باید ازدواج کنیم و نمیدونم عقد شد و فلان و فلان. همین چیز واضح آشکار مخفیانه نبود. بله، خانواده ها در جریان بودن. سوم، آیا خانواده ها این رابطه رو قبول دارن؟ آیا اونا هم با ما همگام هستند و ما رو 2 سیب برای همدیگه به اصطلاح میبینن یا نه؟ این 3 مورد برقرار بود، ما ازدواج کردیم. ازدواج که شد، خداوند متعال برای ما یک میثاق غلیظی رو، یک عهدنامه بسیار قوی رو گذاشت به نام ازدواج. به نام ازدواج.
در این میثاق غلیظ ما چه کار کردیم؟ اومدیم امضا کردیم این رابطه ما با همدیگر بر مبنای اون شروط با اون به اصطلاح پیش زمینه برقرار شد. بله. آمادگی داشتیم و لیاقت هم داشتیم. اما خب ما از هم بیگانه ایم. ما یک مالکی داریم، یک خالقی داریم. رفتیم پیش خالقمون گفتیم که ما به هر حال مال همدیگه ایم، میخوایم با هم باشیم. فرمودند که بله میتونید با هم باشید، شما رو محرم همدیگه میکنم بنا به امضا روی این میثاقنامه غلیظ. در این میثاقنامه ما عهد و پیمان بستیم با خداوند متعال، هر یکی از ما، که من ای خدای منان شوهرم رو خوشبخت خواهم کرد. امضا. بعضیا اصلا انگشت هم زدیم. خب شوهر من این زن رو خوشبخت میکنم. در این خوشبختی هیچ شرط و شروطی نیست. اگر اون من رو خوشبخت کرد من خوشبختش میکنم، نبود. مقابل مثل نبود. من شناختی که بهش دارم قبولش دارم، خوشبختش میکنم. حالا شناخت من اشتباه بود، طرف برا من چهرهش عوض شد. هر انسان یه چهره زشت داره، یه چهره زیبا. فردا که چهره زیباها و از کنار هم مثلا با هم قاطی شد و عادی شد، چهره زشت اومد روی کار، به هر حال اینجا ما راه برگشت نداریم. این به اصطلاح فهم درست رابطه است. بعد از فهم درست رابطه میایم که همدیگر رو بشناسیم. در شناخت همدیگر اینه که مفهوم عشق بین همدیگر رو مثل همونی که اشاره کردیم بدونیم که عشق و اولویت در پیش مرد مفهومش غیر از عشق و اولویت در پیش خانم هست. وقتی خانم این رو درک کرد دیگه از اینی که شوهرش به اصطلاح خیلی جاها میتونه تقسیم محبت بکنه اذیت نمیشه، چرا که میدونه که به اصطلاح قضیه به اصطلاح شوهر از خیلی جاها میتونه شارژ بشه، اما زن از یه جا فقط شارژ میشه و اون هم از شوهرش هست. این نکته که شما اشاره فرمودید جناب دکتر خیلی جا مشاهده میشه که در ابتدای ازدواج یا حتی در ماهای بعد از اون، سالهای بعد از اونم، حتی که خانم از اینکه آقا مثلا با دوستان خودش میگرده یا با جمع دیگری، به حال جمع سالم، من صحبت ما یک جمع کاملا سالم هست، از اقوام، از خویشاوندان، از فامیل، از دوستانی که با اون هستن، همکاران مردش، یک جمع دوستانه ای داره، احیانا حسادت میکنه، احیانا واکنش منفی نشون میده، دوست نداره که مثلا شوهرش بره اونجا با اونها بگرده، تفریح بره، بهانه گیری میکنه، چرا دیر میای خونه، چرا با اونها میگردی، چرا سفر میره، چرا اینها در این دایره داخل هست. دقیقاً همینه که اولا زن بدونه که شوهر به اصطلاح جای زیاد داره که میتونه به اصطلاح مسئولیت ها، اولویت های زیاد داره. اینی که مثلا فلان کسو اگر دوست داشته باشه این به حساب دوست داشتن من نیست. این معنا نیست دیگه، منو نمیخواد و جای منو گرفته. هرگز. هر کسی جای خودش رو داره. هر کسی در قلب جوهر جای خودش رو داره، منم جای خودم رو دارم. احیانا احساس میکنه که نه، کسایی دیگه هستن که در جایی که مال اونه دارن بهش تنه میزنن، جاشو تنگ میکنن. اون چه وقته؟ وقتی که زن با شوهرش در اهتمامات شوهر، در اون چیزی که برای شوهر خیلی مهمه همراه نیست. مثلا شوهر یک انسان نمیدونم اهل فکر و اندیشه و نمیدونم مفکر است و فلان، زن این تفکیر، کتاب خوندن، نمیدونم بحث و مباحثه، درک کردن، رشد کردن، این یکی از اولویات های مرده. اگه زن با این همراه شد، همگام با شوهرش رشد کرد، اینجا زن احساس نخواهد کرد که شوهرش اون رو کنار گذاشته، بلکه شوهرش اون رو بیشتر فضا میده. اما اگر نه، زن به همون جایی که هست موند، در همون جایی که هست به اصطلاح همونجا به اصطلاح موند و جلو نمیره، به همون جایی که هست نمیخواد رشد کنه فلان. اینجاست که شوهر در اثناء به اصطلاح ارتقا احساس میکنه که این دست و پا گیره، که احیانا دیگه از کنارش میزنه، جداش میکنه، یعنی از اون 20% که مال زن بود از اون میگیره میده به فعالیت های دیگهش.
اگر زن اومد به وقتی که زن رشد نمیکنه، وقتی که شوهر بیشتر از زن رشد میکنه، وقتی میاد خونه مثلا شوهر احساس میکنه با یک بچه داره حرف میزنه، با یک کسی که درکش نمیکنه، اینجاست که فرار میکنه میشه بیشه دوستاش که درکش میکنن. این حالت منفی هست. اینو باید علاجش، درمانش هم با زن هست. یه موردی که بسیار حائز اهمیت هست که ما گمش کردیم، اونه که وقتی که به اصطلاح این مسائل رو به اصطلاح مشکلات کوچیک کوچیکی به وجود میاد، فلان به وجود میاد، مرد اصلا زود بروز میده، عصبانی میشه، نمیدونم از کوره در میره. اصلا اصولا مرد سیاه‌سفیده. مرد یا سفیده یا سیاه، یعنی یا دوست داره عصبانی میشه. زن خاکستری، یعنی تو همه عواطفش یه مقداری دوست داره، یه مقداری دوست نداره، یه مقداری نمیدونم عصبانی هست، یه مقداری عصبانی نیست، یه مقداری خسته است، یه مقداری سرحاله، همه با هم قاطی پاتیه. واسه چی؟ اصلا کل جسم زن همینطوریه، هورموناتش قاطی پاتیه، هر مسائل همیشه در حال تغییر تحولات داخل جسمش. و این یه ویژگی است. پیچیده است. پیچیده نیست، قاطی پاتیه، در هم بر همه. اگر تعبیر شما ناراحت نشن خواهران ما. نه، این ویژگی هست. این که به اصطلاح صفت عالی هست در زنا. چون بعضی وقت قاطی پاتی یعنی طرف میگن طرف قاط زده اصلا کنه. نه اینو باید حالا مثلا مثالشو بزنم. مثالش بچه گریه میکنه. خب مرد میخواد بخوابه، چیکار میکنه؟ داد میکشه. یا بچه رو خفه کن یا من میرم تو اتاق دیگه میخوابم. یا سیاه یا سفید. خب زن چی؟ زن بچه گریه میکنه، حالا طول روز کار کرده، زحمت کشیده، خسته است، میخواد بخوابه، یه چشمش تو خوابه، یه چشمش تو بیداری. زنان غالبا مثل گرگند، یه چشمشون خوابه، یه چشمشون بیدار. این هم یه ویژگیه تو این قسمتشون. اینم آره این ویژگیه. الان چیکار میکنه خانومه؟ کل زندگی، کل بدنش درد میکنه از خستگی، اما تا صبح بیداره، بچه رو نگه میداره، دعوا هم نمیکنه، فداکاری میکنه، ایثار، فداکاری. اینا به خاطر چی؟ به خاطر همین ویژگی خاصی که داره. و الا کجا میتونه تحمل بکنه؟ تحمل و صبر و استقامت و این چیزا خیلی بیشترن از خانم‌ها، مشخص. و در عین حال مردا خیلی به اصطلاح در تشبیهی که میدن، مردا کمدی تشبیه میدن. مرد مثل یک چی هست، کمد چند تا کشو داره، این کشو مال خانم است، این کشو مال خانواده است، این کشو مال بچه هاست، این مال اداره است. این شما میبینید مردا داره تلفن میکنه، خب نمیدونم یا با کسی دعوا داره فلان، ای داد و بعد و بیامش میگه، نه عصبانی است. خب در همین اثنا یکی از دوستاش وارد میشه، به 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 قدم تو رو چشم بیاد، بفرمایید. یهو هر چیزی جای خودش، کانال عوض میشه، کانال عوض شد. این کشو بازه برای این کشوی دیگه مال اینه. خب اما زن نه، زن شوهرش رو تا حد مرگ دوست داره. خب در این اثنا بس قبل در خونه بچه ها عصبانیش کردن، دعوای شدید داره با بچه ها، سر صدا میکنه. مرد رفته بود بیرون، اومد، خانم ببخشید این کلید ماشین کجاست؟ برو یخچاله. این برو ببین روی یخچال و عصبانیت مال آقا نبود، اینجا بود. چون که زن مثل یه صندوقای قدیم بود، ما که تو خونمون داشتیم صندوق بزرگی بابا آورده بود، تو اون لباسای مردونه، زنونه، نمیدونم عروسک، هر چی ریخته بودن. حالا میخواد مثلا خواهرم میخواد عروسکشو پیدا کنه، باید بگرده 10 دقیقه 20 دقیقه همه چیزو به هم بزنه تا اونو بتونه پیدا کنه. زن اینجوریه، تا بخواد از یک موج به موج دیگه منتقل بشه وقت نیاز داره. خب این شناخت وقتی باشه، خب این شناخت وقتی باشه دیگه تحمل هم دیگه آسون میشه، زبان مشترک پیدا کردن آسون میشه، همدیگر رو درک کردن آسون میشه. اینجاست که دیگه ما میفهمیم که به اصطلاح این موردی که به وجود اومد ریشش کجاست و بیانگر نمیدونم دعوا و مرافع نیست.
وقتی مثلا بیان عاطفه میکنه به چه صورت بیان عاطفه کنه. اینا رو وقتی که به اصطلاح ما زن و شوهر یاد میگیرن، شناختی از هم دیگه داشته باشن، اینجاست که دیگه تفاهم خیلی ساده است. خب درک هم دیگه ساده است، دیگه اینجا دعوا نمیشه. و یه موردی که بسیار حائز اهمیت است و در خانواده ها گم است که وقتی دعوا میشه، ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که زنها رو بیان کردن یکی از صفاتشون رو که صفات منفی هست اینه که به اصطلاح یکفرن العشیر. چیکار میشه؟ که وقتی دعواشون میشه، حرفی میشه، یه چیز خوششون نمیاد، داد میزنن و میگن با خدا از توی هیچ خیری ندیدن. شما میبینید عزیزانی تلفن میکنن چی میکنن؟ من از این شوهر بیزارم، متنفرم، 4 تا بچه دارم، تو زندگی ازش خیری ندیدم فلان. تعجب میکنی بابا 4 تا بچه یعنی چی؟ یعنی 4 تا فوران عشق، عشقی که دیگه هیچ به اصطلاح بیشتر از اون نیست. و عشق و محبت یک انگیزه و یک قدرت خارق العاده است. عشق و محبت چیه؟ یعنی از مرگ و زندگی هم ارزشش بیشتره. طرف میره شهید میشه. شهید یعنی چی؟ یعنی به خاطر اون هدفی که براش عشق داره جان میده. به خاطر اوج محبت به هدفش خودشو میکشه. طرف میره نمیدونم بیمار است، افتاده داره میمیره، بهش میگن که بچت از فلانجا اومد. حضرت یعقوب علیه السلام کور بود، گفتن بچت پیدا شد، بینا شد. یعنی بیمار به خاطر محبتی که برای کسی داره نیرو میگیره. این عشقه. این عشق در فورانش برای این خانم 4 تا بچه آورده، برای این خانواده. بعد این خانم میگه که من تو عمرم از این خوبی ندیدم. پس این بچه ها رو از گوگل دانلود کردی؟ از کجا آوردی؟ خب اینا یادش میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خانم ها یه صندوقچه دارن مثل این، بهش میگن صندوقچه احساسات زهردار، احساسات مسموم، که هرچی عصبانیتایی میشه، هرچی دلخوریایی میشه میندازدش اینجا. 1 سال 2 سال ماشاءالله تحمل میکنه، ایثار داره، فلان داره. یه حرف کوچیک میشه فوراً صندوقه رو باز میکنه، یه چیزی میگیره ازش. حالا این چیزی گرفته از 5 سال پیشه. تو من اصلا تو زندگی ازت خوبی ندیدم، تو منو اصلا دوست نداشتی. فشنگار همه رو میکنی نفر دیگه. 50 سال پیش وقتی رفته بودیم خونه برادرم، کفشام پاره بود، به تو را گفتم واسم کفش بگیر، گفتی وقت ندارم. برای کارهای دیگه وقت داشتی، برای من 50 سال پیش چه دست برد توی یک صندوق احساسات زهردار، اون زیر رفته است، از اونجا یکی چیزی اومد بیرون. یکی از این خواهران الان رو خط میبود با ما که تا دفاع میکنه از این موضوع. شما اینجا دفاع نداره. این یک واقعیت هست. الان درک این واقعیت مهمه که مرد وقتی این واقعیت رو درک میکنه دیگه اینجا یه لبخند میزنه دیگه. چی میخواد بگه؟ خلصالات شده هست دیگه. میدونه که این از اون صندوقه اومد، این هیچ جا خالی میده که این بسیار به روش نمیگیره دیگه. نمیگه که تو 50 سال پیش یادت میره دیروز که غذات سوخت و من دل در گرفتم که هیچی. اون غذا که شور بود که من یاد اصلا هیچی. اصلا مرد این چیزا یادش منو نمیاد. در آورد که به جای خودش. همین زنه که گفت که 50 سال پیش این رو الان برو مرد رو ببر نمیدونم سنباده بزن به اصطلاح ذاکره‌اش، این اصلا نیست. این براش مهم نبود که اصلا بذاره اصلا صندوق احساسات زهرمار یا احساسات زهردار مرد نداره. خب اینه که چه کار باید کرد؟ بعضی مردا دارن، چون احیانا استثناء در هر جایی هست و خیلی کم. اگر هم داشته باشه یه جیبی هست نمیدونم فلان، اما یه صندوق به این موندگی امکان نداره. اینه که ما خیلی نیرو خرج میدیم. همین خانوادهایی که مشکل دارن چقدر فشار میذارن، چقدر خودشون رو اذیت میکنن، چقدر نمیدونم اینور و اونور میرن که چی؟
فلانی این مشکل رو داره، فلانه، در حالی که ما هرگز امر نشدیم که دیگران رو عوض کنیم. ما میاییم خیلی نیرو مصرف میکنیم، خودمون رو اذیت میکنیم، 100 تا بیماری روحی روانی میگیریم که دیگران رو عوض کنیم. اگر بیاییم 100,000، نمیگم 100,000 همین نیرویی رو که اینجا به اصطلاح خرج کردیم بیاییم خرج کنیم رو خودمون که خودمون رو عوض کنیم. با این وضعی که هست من چطور بسازم؟ با یه نیروی کم زندگی استقرار پیدا میکنه. خداوند متعال به ما چی میگه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما هرگز نمیتونیم دیگران رو، جامعه رو عوض کنیم، اما میتونیم خودمون رو عوض کنیم. اگر خودمون رو عوض کردیم چی میشه؟ اگر خودمون رو عوض کردیم، ببینید خداوند متعال به ما میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مشکل اینجا چیه؟ آقا به من برای من احترام قائل نیست، آقا به منو دوست نداره، آقا نمیدونم فلان. اون چیزی که میخوای خداوند متعال به ما میگه هرگز بهش نمیرسی مگر اینی که از همون انفاق کنی. شما احترام میدید، احترام بده. میخوای احترام بده. محبت و عشق میخوای، محبت و عشق بده. بابا من محبت و عشق دادم اما اون اصلا تفاعل نشونه، دروغ میگی. چرا؟ خداوند متعال به ما میگه اینایی که انفاق میکنن در راه خدا، الذين ينفقون في سبيل الله مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یعنی یکی به 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء. بیشتر از این هم. یعنی اگر شما یه احترام صادقانه بدی 700 برابر احترام صادقانه خواهی گرفت. اگر میدی و نمیگیری یه مشکل هست که اینجا یا شما در احترامت فی سبیل الله نیستی، این مهمه، فی سبیل الله باشه. یعنی چه بشه که بعد چطور باید باشه؟ یعنی من این کار رو تحمل میکنم به خاطر به اصطلاح شوهرم نیست. شوهرم این همه بدی به من میکنه، خب طلاق بگیر. نه من نمیخوام، این آبروریزی داره برای خانواده‌ام. نمیخوای پس میسوزی. نه من نمیخوام به خاطر بچه‌هام. میسوزی. پس چیکار کنم؟ همین نیتت رو عوض کن. من دارم این وضع رو تحمل میکنم به خاطر خدا، چون که میثاق من، عهدنامه‌ام با خدا بود. من این وضع رو تحمل میکنم تا خدام رو راضی کنم. من از این شوهری که این همه به من ظلم میکنه مطیع میشم، بهش خدمت میکنم تا خدام رو راضی کنم، تا خداوندی که راضی شد آبرو و حیثیت خانوادم رو حفظ کنه، تا خداوندی که از من راضی شد فرزندام رو، تربیتشون رو درست بکنه. وقتی که این تصور رو کردم چی میشه؟ لذت میبرم از زندگی. لذت که بردم از زندگی، ببینید هرگز به شما، به اصطلاح خداوند متعال به ما میگه که اگر کسی اشتباه کرد و زشت کاریای بد کرد به شما ضرری نمیرسونه. اگر شما خودتون درست باشید، من درست باشم، به اصطلاح کفر دیگران، ظلم دیگران، بدی دیگران به من اثر نمیذاره. تازه بدی دیگران این اصلا به من این اجازه رو نمیده چون فلانی به من فحش داد من بهش فحش بدم، فلانی بد کرد من بد کنم. اینجاست که رابطه بنده با چی میشه؟ با خداش. و اینجاست که از زندگی لذت میبره. اگر این کار رو کرد، 1 ماه نگذشته، 2 ماه نگذشته، همین شوهر عصبانی، همین شوهر عنید، همین شوهر نمیدونم بد، میبینی میشه مثل یک دسته گل. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید که تا پیام‌های بینندگان عزیز رو هم که برام فرستاده بودن داشته باشیم. بیننده فرمودن سلام خدمت دستندگان شبکه وصال حق و علیکم السلام. فرمودن که برنامه‌تون خیلی جالب و آموزنده است. در آقای سلیمانی در برنامه سفره دل میخوام که این سوال مطرح بکنید که شوهر من میگه که من فرزند میخوام، من بهش میگم که زن دوم بگیر
اما صلاح نمیبینه، میگه من فقط از خودت بچه میخوام. نظر شما چی کار باید بکنه؟ اولا این خانومی که میگه زن دوم بگیر داره به خودش دروغ میگه و شوهرش هم میدونه که این داره بهش دروغ میگه. اولا به خودش داره دروغ میگه. ایشون که گفته داره، من میگم بگیر، نمیگیره. امکان نداره. چرا؟ چون که زن این جرأت رو نمیتونه پیدا کنه مگر اینی که یک زن کاملا ارزشی باشه، یعنی فقط یک انسان بسیار متقی باشه، ارزش براش مهمه که خدایا هاجر باشه، سارا باشه، سارا باشه تا بتونه هاجر رو به ابراهیم بده. خب این یه مورد دوم، این شوهر که میگه که غیر از تو بچه میخوام، باید میگم این زن چیکار کنه؟ اول بگیره همین شوهرش رو زیر پاش رو یک مکحل بزنه، چشاشو با خاک پای این شوهر سرمه بکشه. چرا؟ این دیگه این شوهر نهایت عشق رو به این زن داده. این شوهر این فضایی که کل آنچه که خداوند در روی زمین خلق کرده و اسمش مذکر هست، مرده، چه زن، چه به سلام انسان باشه، چه حیوان باشه، چه گیاه باشه، مذکر باشه، تعددگراست. بیش از یک زن میخواد. یه درخت خرما 400 تا درخت خرما رو تلقیح میکنه. درست. یه درخت خرمای به اصطلاح نر در طبیعت اینجوریه، گیاه باشه یا حیوان باشه یا انسان باشه. این شوهر وقتی میگه نه، یعنی چی؟ یعنی کل این فضای تعددیگی 4 تا خونه‌ای که داره عکس شما رو چسبونده. پس من میگم شما اگر واقعا شوهرت رو دوست داری و زندگیش رو دوست داری، 4 قلو واسش بیار. نیاز به توضیح بیشتری نخواهد بود. بیننده دیگه در فیسبوک آقا حمید نوشتن که چطور بفهمیم که زنمون صادقه و توضیح ندادن و بیان کردن. اگه یه زنی میپرسیدن آن که چطور بفهمم یه مردمون صادقه، حق داشت. اما یه مرد بپرسه که چطور بفهمم زنم صادقه، این حقو نداره. یعنی اینی که زن در قلبش فقط یک مرد جا میگیره، هرگز یه مرد دیگه نمیاد مگر اینکه اون مرد اول رو بندازه دور. در حالی که مرد اینطور نیست. مرد میتونه چند تا زن رو تو قلبش جا بده و هر یکی جای خودش رو داشته باشه. اینی که به اصطلاح مرد دنبال تعدد باشه یا خیانت بکنه خیلی زیاد وارده. احتمالش بیشتره. خیلی احتمالش بیشتره. زن ببینید در جامعه زنها و مردهایی که طلاق داده میشن حداقل 9 برابر، یعنی از هر 10 تا مرد و زنی که به اصطلاح طلاق دادن یا زنشون وفات کرده یا مردشون، 9 تا از مردا ازدواج مجدد میکنن. یکی بنا به دلایل حالا بیماری یا دستش نرسه، مثل همون روباه انگور. خب این یکی اگر بمونه، اما از زنها از هر 10 تاش شاید یکیش ازدواج بکنه. واسه چی؟ واسه اینکه اون قلبش مال یه مرد بوده. میگه که ازدواج خوبه، برام نمیدونم وضعم الان دارن تو خونه های مردم لباس میشونم فلان و الان همه اینا، اما میخوام روز قیامت با شوهرم باشه. میخوام که جای نام فلانی تو قلبم نام دیگه ای نباشه. پس این آقایی که همچنین سوالی داره سوال کاملا بیجایی است. خیلی ممنون. انشالله که آقا حمیدم پاسخشون رو گرفته باشن. در بیننده دیگری فرمودن که من یک دختر 35 ساله هستم و یک مشکل جسمی هم دارم، کسی واسم اسم نمیگیره، دارم از زندگی سرد شده، یک راهی نشونم بدید که چیکار کنم. باز شبیه همین مورد رو باز خواهر دیگری نوشتن که من 36 سالمه و هنوز مجردم، خواستگاری نداشتم، میخواستم بدونم که چیکار بکنم که بختم باز بشه. در کل از این موارد ما چندین مورد دیگه هم داشتیم که خواهرانی که سنشون بالا رفته و احساس میکنن که حالا خواستگاری ندارن. این خواهرمون که فرمودن من مشکل جسمی هم دارم، درباره این موارد خواهرانی که پا به سن گذاشتن و خواستگاری ندارن و یا احساس میکنن که
به هر حال بختشون باز نمیشه به تعبیر خواهر دیگرمون، چه راهنمایی دارید براشون، چه توصیه میکنید؟ ببینید، اولا ازدواج یه مرحله از زندگی است، کل زندگی نیست. نباید عدم ازدواج باعث بشه که زندگیمون رو فلج کنیم. هم مقاممون آقا ازدواج نکردی. خیلی ها ازدواج نکردن. زندگیت رو، مسیر زندگیت رو، رسیدن به طرف به رضایت خداوند و بهشت، این مسیر رو ادامه بده. ثانیاً ازدواج یک شوهر یه روزی هست. ازدواج یه روزی هست، همونطور که زن برای شوهر یه روزی هست. مال و ثروت روزی هست، صحت روزی هست، زن و شوهر و ازدواج و بچه و همه اینا روزی هستن. راه رسیدن به روزی معادله ربانی است. خداوند متعال به ما میگه که تقوای الهی رو پیشه کنی و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوای الهی پیشه کنی تا براتون راه گشایشی بیاره. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و اون رو روزی میده از جایی که اصلا در تصور اون نیست. گمان نمیکنه. شوهر از نمیدونم آمریکای شمالی برات میاد، از یه جایی از خانواده از یه شهر دیگه میاد که اصلا تصورت نیست. ثالثاً و خیلی مهمه، واقع بین باشیم. مرحله که به اصطلاح ذکر کردیم که از نمیدونم مرحله خیال بافی و دنیای خیال بیایم به دنیای واقعیت. شما الان این در دنیای واقعیت باشید. یعنی چی؟ خواهر عزیز، شما میگید که 35 سالته. بله. و شوهری میخوایی که سوار بر اسب سفید بیاد و نمیدونم شما رو اولین ازدواجش باشید. حالا من توی جامعه از کجا یه جوون 40 ساله‌ای پیدا کنم که بیاد خواستگاری شما تا حالا ازدواج نکرده باشه؟ اگر پیدا کردم، این جوون بیمار روانی است. تا 40 سالگی ازدواج نکرده. این تأخیر در ازدواج ضربه‌هایی زده روی مشاعر و احساسات این مرد. این اگر ازدواج کرد، اگر همچنین پیدا شد که درصدش خیلی اندکه، درصد زنهایی که به این عمر رسیدن بالاست، درصد آقایونی که به این عمر رسیده باشن پایینه. اگر همچنین کسی پیدا شد، شما خواهری که به این عمر رسیدید با این آقایی که به این عمر رسیده ازدواج کردید، نیاز به مراقبت شدید خانواده ها دارید، چون که شما هر دو تاتون مشکل روانی دارید. اگر اون آقا ازدواج نکرده باشه. پس الان واقعی را چطور باشم؟ اینی که من الان جوونی که بی این عمر باشه و به اصطلاح ازدواج نکرده باشه رو ندارم. پس اگر یه جوونی اومد، یه آقایی اومد ازدواج کرده، زنش رو طلاق داده به من به دلایلی که من باید اون دلایل رو بدونم، یا زنش وفات کرده 4 تا 5 تا بچه هم واسش گذاشته، اومد خواستگاریم، قبل از اینی که به اصطلاح قضیه بله برون مطرح بشه، باید تو گوش بابا مامام یه بله‌ای بگم که گوششون کر بشه، اعلام بکنم که بله میخوام. اگر یه آقای اومد برای ازدواج دوم از شما خواستگاری کرد، یا سوم یا چهارم، هرگز نگو نه، چون که واقعیت امر اینه. شما الان به یه مرحله رسیدید که دیگه الان انتظار خیال بافی چی کار میکنه؟ به خیالت نمیرسی، به اون خواب و خیالا نخواهی رسید، اما این گذر زمان خورشید خانم هم از حرکت نخواهد ایستاد. شما یه سال دیگه 47 میشید، 37 میشید، 2 سال دیگه 40 میشید. خب پس این گذر زمان به خاطر شما نمیسته. پس شما این رو در نظر داشته باش. 4، اگر یک آقایی دیدی که آقاست، مثل آقای سلیمانی خودمون، حالا مثال نمیزنم که باز شما میترسی، مثل آقای نمیدونم فلانی، خب احمد آقای خود، احمد آقا که باز جوونه، خب یه آدمی دیدی که آدم به اصطلاح سال خورده ای هست. یعنی می‌خواستید بگید من پیر شدم؟ نه میخوام بگم پیر شدی. شما مثلا ازدواج دارید، برای ازدواج دوم و شما میترسید. خب مثلا یک کسی هست که ازدواج کرده است، آقای گلی هست. بله. خب شما میدونید که اگر در کنار این باشید میتونید خوشبخت بشید و اون رو خوشبخت کنید و با هم به رضایت خداوند برسونید، بدون اینکه کلبه سعادت اون رو خدشه‌دار بکنید. اون که خوشبخته، اون کار مشکلی نداره، هیچ ایرادی نداره. خودتون مستقیم، هرگز از راهی غیر مستقیم
از راه نمیگم مادر بزرگی، خاله‌ای، خویشی، کسی که شما رو دوست داره و محرم رازتون هست که در جلوی اون آقا ذکر خیری از شما بکنه. فلانی والله خیلی دختر گلی داره ها، اما متاسفانه تا حالا خواستگار نیومده. اون وقتا که جوان بود به اصطلاح خواستگارا رو قبول نمی‌کردن. الان که عمری گذشته خب جوان به اصطلاح به خاطر تحصیل یا به خاطر یک بنده خدا یک بیماری مشکلی داره، فلانی داره، ای کاش مثلا کسی میره از خواستگاری همین از این آقایونی که ازدواج کردن زندگیشون خوبه، دردی از این جامعه و از این خانواده هم برطرف میشد و یک عبادت هم هست. طرف رو تشویق بکنه و بهش بگه راستی اگر دید که طرف یه چیزی هم هست، البته مردا دیر فهمن، اگه آقایون ناراحت نشن کند فهمن، برعکس خانم ها. خانم ها در سکوت از سکوت میفهمن که طرف چی میخواد. یک قدرتی که خداوند به خانم ها داده. بچه تا 2 سالش حرف نمیزنه، درسته؟ بله. مادر با یه جیغ بچه، با یه حرکت بچه میفهمه که بچه چی میخواد. اما آقا نه. آقایون وقتی که خانمش میاد میگه که خانم زینب خانم رو دیدی؟ بله اومده بود. بله. لباسش رو دیدی؟ چی میگه؟ من به لباس خانم‌ها توجه میکنم. لباسش چطور بود حالا؟ بدک نبود. حالا این خانم لباسی مثل خانم لباس زینب خانم میخواد. به این صورت آقا شیرفهم نمیشه. بهش بگو که من لباسی مثل لباس زینب فلانی میخوام. تموم شد. اینه. خب این آقا رو بفهمونند که آقا فلانی دختر خوبی ها، اگر از شما هم خیلی متأثره، خیلی وقتا تو خونه ذکر خیر شما رو میکنه، فکر کنم اگر بری خواستگاریشو قبول کنه. بازم نفهمید آقا برو خواستگاری فلان، من حاضرم که مهریه رو بدم، من حاضرم که نمیدم. به این صورت مثلا یک کسی آدم درستی رو برای خودشون پیدا کنن هم هیچ عیبی نداره تا بتونن به اصطلاح انشاءالله در کنار سعادتی که اون آقا داره یک کلبه سعادت دیگه هم براش درست کنه. بمید الله تعالی. بیننده دیگری فرمودن که من دختری 16 ساله هستم و 2 ساله که نامزد کردم، هیچ علاقه به نامزدم نداشتم، هنوزم ندارم، به خاطر اینکه خانواده قبول دارن. خواستگاریشون رو قبول کردم، اگر قبول نمی‌کردم خانواده‌ام ناراحت می‌شدن. الان به خاطر آبروی خانواده و خودم نمیتونم جدا بشم و ناراحتی خانواده رو ببینم و مردم بعداً به چشم بد به ما نگاه میکنن. همیشه در گرد الله سبحانه تعالی دعا میکنم لطفاً راهنمایی میکنید چیکار کنم. میترسم که اگر عروسی کنم زندگیم خراب بشه. من به شما خواهر عزیز یه واقعیت رو بگم. اولا اینی که قبول کردی بی خود کردی، حقت نبود، خیلی کار بدی کردی، خیلی کار زشتی کردی. دوما اینی که به اصطلاح بدبخت میشی، میترسی. من بهت الان قول میدم که بدبخت میشی، بیچاره هم میشی. برای چی؟ برای اینکه شما خودت برنامه‌ریزی کردی که بدبخت بشی. البلاء موکول بالقول. بلا، مصیبت با زبان و برنامه‌ریزی من هست. من برم بیرون الان ماشین میزنه پاهام میشکنه. بابا 1000 1 میلیون انسان دارن میرن تو خیابونا، ماشین کسی رو نزد پاهاشم نشکند. اما چون که تو خواستی برنامه‌ریزی کردی میری، ماشینم میاد میزنمت 2 تا پاشم میشکنه. خودت داری میگی که من بدبخت میشم. اینی که میگی قبول دوستش ندارم، به خاطر پدر مادرم قبول کردم، اولا به خودت خیانت کردی، دوما به این مردی که اومده خواستگاری خیانت کردی، سوما به خانواده خودت و به خانواده اون و به جامعه خیانت کردی. الان بگو من نمیخوامش. کسی از شما ناراحت نمیشه. کسی میخواد ناراحت بشه الان ناراحت میشه، تموم شده رفت. اما فرداش چیکار میکنی؟ این آقایی که اومده خواستگاری این سعادت میخواد، این خوشبختی میخواد. تو داری امضا میکنی تو یک میثاق نامه‌ای با خدا که این فرد رو من خوشبخت میکنم، در حالی که خودت میدونی تو دلت که من این کار رو نخواهم کرد. پس تو خائن هستی. اینی که من به خاطر آبروی خودم بیخود کردی، تو آبروی خودت تو داری میبری، آبروی طرف مقابل رو میبری و آبروی خانواده ها رو میبری. فردا 10 تا بچه هم میذاری روی این جامعه، به جامعه هم خیانت میکنی. نه، حق نداری. حق نداری. باید یا الان عشقش رو در دلت میسازی
یا نه از الان عقب نشینی میکنیم بر قیمتی هم به هر قیمتی که شده. اما اینی که شما بیایید با این طرز تفکر بیمار بخواید یک ضربه اینچنینی به جامعه بزنی، خیلی کار بدی میکنی، خیلی گناه بزرگی رو مرتکب میشین. تازه اون طرف با چه عشق و علاقه‌ای داره میاد، شما دارید به اون هم خیانت میکنید. شاید اگه خبر بشه که شما نمیخواید اصلا خودش پس میره. هر آقا، هر مردی که به اصطلاح احساس مردانگی داره، مرد چی میخواد؟ مرد زنش چیه؟ زنش اون تصور ذهنی که در دلش هست. دین ما چه علامتی چی گذاشته؟ گفته آقا کسی رو میره خواستگاری کنی باید ببینی. سنته که باید ببینیش. بله. باید ببینی برای چی؟ اون آقایی که میاد میگه آقا نباید به اصطلاح نمیدونم دختر من رو ببینه. بابا تو از پیامبر هم ایماندارتری؟ از صحابه پیامبر هم ایماندارتری؟ این چه حرفی که داری میزنی؟ این یک قضیه انسانی است، یک قضیه‌ای که با روح و گوشت انسان پیوند خورده. واسه اینه که پیامبر این قانون رو گذاشته. این طرف باید ببیندش، عکسش رو نبینه، خودش رو ببینه. چرا؟ چون که این مرد یک تصور ذهنی از زنش داره. همین که دیرش مطابق اون تصور ذهنی شد میخوادش، نشد نمیخوادش. شما بارها دیدید یه دختریه که ماه در جمال، چشاش نمیدونم آهویی، بینیش پینوکیویی، نمیدونم گوشاش نمیدونم چی از اراف گردن. برای شما شاید این خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشه. وقتی بچه‌تون رو میبیندش میگه بابا من نمیخوامش. بعد میبری یه جای دیگه، یه زنی، یه دختری که اصلا در تصور شما زیبایی نداره، میگه همینو میخوام. برای اینکه در تصور ذهنی اون زیبایی یا زنش همراه زندگیش یک معنای دیگه، یه تصور دیگه هست. هر کسی در ذهن خودش یک معیار و یک برداشتی از همسرش و از به هر حال حالا چه مرد از شوهرش و چه شوهر از مردش داره. دقیقاً. از زنش. دقیقاً. واسه همینه که در دین اگر یه نقطه کوچیکی رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کرد ما کنار گذاشتیم، سیلی خیلی خوب میخوریم. چون که این قضایایی که پیامبر یا خداوند متعال گذاشتن، اینها بر مبنای خیلی از اموری هست که شاید ما اونا رو ندونیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. ان شاءالله که این خواهرمون از صراحت لهجه ما و جناب دکتر آزرده خاطر نشده باشن. به حقیقتی است که نمیشه به هر حال این کارش کرد. بیننده دیگری خواهرمون مروه پرسیدن که اگر شوهر در برابر مرد در هر زمینه بی تفاوت باشه چیکار باید کرد؟ خواهر عزیزم مروه، شوهر در برابر زن، ببخشید من گفتم شوهر در برابر مرد. خب اگر شوهر در برابر زن، ببینید شما مروه اید، شوهرتون صفاست. خب شما یه طرف دنیایی، یه طرفی شوهرتون یه طرف. الان چطور باید شما رو به هم رسون؟ عاطفه شما رو به هم رسون باید با سعی و تلاش. و این سعی و تلاش رو کی کرد؟ آقای سلیمانی. سعی رو کی کرد؟ زن. من ابراهیم نکرد. ولی الان ما باید بریم جاش. الان همه میرن ولی خب ما اون قسمتی که اما اینجا در به اصطلاح قصه مروه خانم، خواهر عزیز، اینی که شوهر در مورد شما بی تفاوت امکان نداره، مگر اینی که شما بی تفاوتی. شما از شوهرت چی میخوای؟ عشق میخوای، محبت میخوای، دوستی میخوای، اون چی که میخوای بهش بده و صادقانه هم بده. اون چی کار میکنه برای شما مهم نیست، مهم اینه که شما چی کار میکنی. خب اینی که اگر شما صادقانه با اون رفتار کردید، اون به اصطلاح به شما میاد. یه مورد دیگه هم هست، اینی که شناخت درستی از شوهرت داشته باشی. شوهرت شما نیستی، صفاست، مروه. خب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما شاید اسمش رو محبت بذاری، اسمش رو اهتمام بذاری، شاید شوهر اون رو اهتمام اسمش رو نمیذاره. میگن که نمیدونم فلانی شوهرش براش یه دست طلا خرید، این همه پول داد، نمیدونم چقدر 4 میلیون داد، انگشتر خرید. خب این وقتی میشنه میگه دیوونه است. خب میتونست با نمیدونم چقدر برای چی بسا تقلبیشو یا نمیدونم اون بدلشو بخره، با این
یه خونه واسش بسازه. اهتمام شوهر یه چیزی دیگه است، خواست شما یه چیزی دیگه. اون وقتی که اهتمام میده شما نمیشناسید. ببین شما احیانا احساس میکنید که به اصطلاح به شوهرتون خدمت میکنید، اون رو خدمت نمیدونه، یا شوهرش به شما اهتمام میذاره خدمت میکنه، شما اون رو نمیدونید. دقیقاً مثل خرگوشی که بیای بهش پیتزا بدی. خرگوش شما میخواید که بهش پیتزا بدید، نمیدونم خدمتش کنید، خرگوش بو میکشه میره کنار، میگه این چه مهمون نوازی است، اصلا به فکر من نیست. یه هویج بنداز جلوش ببین. خب پس اون چیزی که شما فکر میکنید اهتمام میدید، نه، شاید این برداشت شما نادرست باشه، و اگر برداشتتون درست باشه اینه که اون چیزی که ازش میخوای بهش بده. خیلی ممنون. اجازه بدید به عنوان آخرین سوال در این برنامه، برخی از پیام هایی که ما رسید جناب دکتر اینجوری برداشت میشه که برخی از خواهرها وقتی که در بحث ازدواج خواستگار سراغشون میان احساس میکنن که طلسم شدن و جادو شدن. اینها رو چی میگید؟ عزیز من طلسم تعبیر بخت بسته شدن و امثال اینا استفاده میکنن. اون کسی که بهش میگن جادوگر، اون کسی که نمیدونم طلسم میکنه و نمیدونم فلان، اگر واقعا راست میگه، خب همون کسی میتونه نمیدونم بخت کسی رو ببنده، خب حداقل بدبخت بخت خودش رو وا کنه تا دنیا بریزه پیشش و پولدار بشه و دیگه مجبور نشه که همچین کارایی بکنه و خودش رو زحمت بندازه. این چیزا رو بذاریم از سرمون دور. اگر ما رابطمون با خدا باشه، اگر ما با خدا درست باشیم، اگر در جلسه پیش هم گفتم، اگر ما معوذتین رو درست بخونیم، دعاهای صبح و شام رو درست بخونیم و تقوای الهی پیشه کنیم، هیچ کسی نمیتونه نه بخت ما رو ببنده، نمیتونه هیچ گونه ضرری به ما برسه. حتی اگر کل انسانها و جنها با هم باشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما میفرمایند که اگر جنها و انسها همه با هم جمع بشن بخوان به شما ضرری برسونن، هرگز نمیتونن مگر اون چیزی که خداوند متعال در حق شما نوشته است. پس این همه قدرت‌های طلسم و ملسم و بشری و جن و شیطان ها، اینا رو بذاریم کنار. این کالبد مال منه، این منم، سوراخ سنباهاش دست خودمه، منم که در وا میکنم میگم آقا شیطان بفرما تو، و منم که میتونم بیرونش بندازم. این اختیار دست ماست. شیطان بدبخت حتی روز قیامت میاد میگه خدا من هیچی دستم نبود، من یه وسوسه ای کردم، یه پیشنهادی دادم، دعوتکم فاستجبتم، خودتون. خب روز قیامت واسه همین ما خر سلاحیم. اینه که خواهر عزیز من، همونطور که در جلسه گذشته هم اشاره کردم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما میایم به خداوند متعال پناه میبریم از چیزای گنده، خطرهای گنده، آخرش من الجنت و الناس، من شر حاسد اذا حسد. آخرش اون کسی که حسود، یعنی حسود، اون طلسمکار، اون نمیدونم چشم زن، اون از یه پشه‌ای که خلق خداست اثرش قدرتش کمتره، و اون رو ما میتونیم با تقوای الهی، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی پیشه کنه خداوند راه گشایشی براش پیدا میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و اون رو روزی میده از آن جایی که در توانش نیست. پس همه اینها رو بذارید کنار و متوجه بشید به پروردگار یکتا و روزی رو از خداوند بخواید، حتما هم بهش میرسید. به خصوص در نیمه های آخر شب درهای رحمت الهی رو با اشکهای صادقانه بسیار باز کنید. خیلی ممنونم جناب دکتر. وقتمون پایان رسید. صحبت آخر از اینکه ما رو همراهی کردید عزیزان ممنونیم، و اینی که پیام ما رو به دیگران برسونید. عزیزانی که در شرف ازدواج هستند، در ازدواج کردن، همه عزیزان رو تشویق کنید تا برنامه‌هایی که متناسب با اونهاست رو حتما ببینن. از اینی که به ما پیشنهاد بدید، انتقاد بدید، نمیدونم اون چی که تو دلتون هست، هر چه دل تنگت میخواهد بگو. ما نه از انتقادهای شدید شما ناراحت میشیم، نه از حرفای تندتون هم ناراحت نمیشیم. میخوایم اون چیزی که
در دل رو دارید با ما در میان بذارید و ان الله بتونیم دلهای پاکی رو همه با هم در کنار هم سنباده بزنیم و بتونیم یک جامعه صالح و سالم و خانواده های پر از عشق و سعادت و محبت و ایمانی رو داشته باشیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. در یکی دو روز گذشته ما یکی از همکاران عزیزمون برادر بزرگوارشون به رحمت الله تعالی پیوستن، برادر و همکار عزیزمون شیخ عبدالقدیر که همکار ما در شبکه جانی سراغ و از اعضای عزیزان پشت صحنه هستن. برادر ایشون به علت مریضی که داشتن و سرطان به رحمت الله تعالی پیوستن در روزهای گذشته و از الله متعال برای این عزیز رفع درجات و همنشینی با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین رو خواهانیم از الله متعال و برای همه عزیزانی که در هفته‌های گذشته، در ماه‌های گذشته، در زندگی ما شما از نزدیکان ما، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، دوستان و آشنایان، اساتید و شاگردان، هر عزیزی که از جمع ما از دنیا رفتن، برای همه این عزیزان تقاضای دعا داریم و از الله متعال می‌خوایم که همین عزیزان رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و به ما هم توفیق طاعت و توفیق اخلاص و توفیق بندگی در مسیر توحید و حسن خاتمه نصیب بکنه تا ما هم وقتی که به جمع این عزیزان میپیوندیم با دست پر بریم و پیش الله متعال شرمنده نباشیم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که پشت صحنه تلاش کردن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاک الله خیر.